سلام به همراهان عزیز آوای ماهور. از امشب قراره یک قصه سریالی داشته باشیم که براتون می نویسم و با صدام به قلب‌هاتون، به جون‌هاتون حس میدم. اسم این سریال اینه او که با یک لبخند کشت. قسمت اول. همه چیز با اون جمله لعنتی شروع شد. تو نباید عاشقش می شدی. اون آدم خطرناکیه. ولی من نه گوش دادم، نه پرسیدم خطر یعنی چی. فقط عاشق شدم. نه آروم، نه معمولی. یه عشق قضیب، با بوی خون، با طعم اعترافی که هیچ وقت کامل نشد. من هنوز نمیدونم اون شب واقعا کی مرد. قسمت دوم به زودی. لطفاً منو فالو داشته باش برای ادامه قسمت بعد.